دوستان عزیز، سلام و درود خدمت شما. از امید که همه شما خوب و صحتمند باشین. دوستان، در این ویدیو برای شما درباره گرین کارت امریکا یا دیویلاتری امریکا میخواستم صحبت کنم و چگونه میتونین چکش کنین که شما کامیاب شدین یا نخیر. بعضی از دوستا هستن که وقتی کامیاب میشن خودشان نمیفهمند که من اپلیکیشن خود چک کنم و مراحل بعدی چی است. دوستان، ما ویدیوها را آستا آستا بر شما اپلود میکنم و هر ویدیو رو بالایش کورش که جور میکنم نوشته میکنم که کدام مراحل است برای گرین کارت امریکا یا دیبیلیاتری امریکا. دوستا، سالانه 55,000 دیبیلاتری یا ویزای کشور امریکا برای تمام جهان صادر میشن که ویزای لاتری امریکا که هستک مثلا خصوص افغانستان هم است، خصوص ایران هم است، پاکستان هم است. ولی فعلا ده امسال و پارسال که چی امسال است و چی پارسال محدودیت یا امی که مثلا حدود 1,000 و 2,000 نفر در افغانستان کامیاب میشد بیشتر شده. یعنی مثلا حدودشان بیشتر شده، حدودای شاید که 4.5 5 یا بیشتر از او کامیاب شوه و بتواند به کشور امریکا بروند. یک راه رفتن به کشور امریکا از این راه است که شما میتونید که اپلای کنید به بسیار آسانی بدون کدام هزینه. بعد از او شما میتونید که ویزا را دریافت کنید و به کشور امریکا اقامت دائمش بگیرید. خب دوستان، وقت شما میخواین که اپلیکیشنتون رو چک کنید باید از در خود سایت الکترونیک دیورسیتی ویزا یا مو دیویلاتری پروگرام برین. بعد از این بر شما چندین گزینه میده دوستان که گزینه اولش که است اینترنت استاتس چک اینستراکشن است. چون اگر ثبت نامه باز می بود اینجا به ما اپلای یا استارت میگفت، ولی به خاطر که ثبت نامه بسته است تنها میتونید که شما چک کنید که آیا شما کامیاب شدین یا نه. گزینه کانتینیو را میزنین دوستان. گزینه کانتینیو را میزنین، یک چند لحظه صبر میکنین که سایت باز شود. بعد از اینکه سایت باز شد دوستان، اینجا از شما یک کد نمبر میگیره. بعد از نوشتن کد نمبر بر شما میگه لاست فامیلی نیم، اما تخلصتان یا امو نام فامیلیتان نوشته کنید به زبان انگلیسی دمو اپلیکیشن که شما خانه پوری کرده بودید. بعد گفته سوال سیم بیارز آف برد، تاریخ که شما تولد شدین به سوی رو نوشته میکنین و یک کد نمبر هم هست اینجا، این رو نوشته میکنین و تمام. دوستان، بسیار ساده است به 4 گزینه داره. 4 گزینه رو شما خانه پوری میکنین و اپلیکیشنتون معلوم میشه که شما کامیاب شدین یا نه خیر. البته مثلا ما گیره بزنم با ما یک سال قبل ما چند نفری که نوشته کرده بودم میرقم بود دوستان. مثلا مثالی رو میگیریم و تخلصشون مثلا عثمانی نوشته میکنم من و پایین تر گفته year software در کدام تاریخ شما تولد شدین. من میگم مثلا 1998 و این یک کد نمبر رو بر ما داده، گفته این کد نوشته کو، میگم 39X و U. دوستان، 4 مرحله تکمیل شد. اول همون کد نمبری که شما در اپلیکیشن نمبرتون نوشته میشه، دوم فامیلی نیم تخلصتان، سیوم یه سافر در کدام تاریخ شما تولد شدین و چهارم هم همین کدی که در اینجا نوشته است که بر شما گفتن. و بعد گزینه سابمیت هم میزنین دوستان. دوستان، گزینه سابمیت هم میزنین به خاطر که امسال اشخاصی که اپلای کرده بودن چون تال نتیجهشون معلوم نشده، من از خاطر از سال قبلی را بر شما نشان دادم. ولی وقتی شما مثلا اپلای کنید سال جدیده که چند روز بعد میشه، یعنی شاید حدودای 3 روز بود تا 4 روز بعد باز شوه و اعلان شوه نتایج دیویلاتری. بعد از شما مراحل تکمیل میکنید، گزینه سابمیت میزنید، به شما به انگلیسی نوشته میشه که آیا شما کامیاب شدین یا نشدین. اگر کامیاب نشده باشین میگه از بین نوت مثلا چوزت یا انتخاب نشده دیگه. اگر کامیاب شده باشین بر شما یک لوگو میده و کامیابیتون تبریک میگه. دوستای ویدیو رو به خاطر از جور کردم که شما طریقه درخواست یا ترخیص زیر یاد بگیرید که اپلیکیشنتون رو چک کنید. دوستان، مراحل بسیار بعدی داره که چند فرم است که باید از خانه پیری شود، باید از شما از کشور خارج شوین، مثلا پاکستان برین. دیگه مراحل زیاد داره دوستان. حتی میدیکال میشین، پرداخت فیس ویزا است، بعد تیکت میگیرین و طرف کشور امریکا میرین. تمام مراحل ما با ویدیوهای بعدی انشاءالله بر شما جور میکنم و بر شما اپلود میکنم. دوستان، به خاطر حمایت ما چینل ما را سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک کنید. ممنونتم.